من فقط دارم تلاش میکنم، میگم شاید معجزه بشه. به قرآن 100 نفر به من پیام میدم میگم میلاد دست از تلاش در ندار، دست از تلاش در ندار، 100 تو بذار واسه بچه‌ت، شاید برگشت. یه چی کار میدونم همه اینا رو میدونم. یه دقیقه صبر کن. الان منم نمیخوام اذیتت کنم. آقا الان میگی تموم، اوکی تموم دیگه. داری میگی تموم، گوش کن. الان داری میگی تموم، بگو که مردمم بدونن. ببین الان من نمیدونم چند نفر تو لایو ما هستن، ولی این رابطه‌ای که من و زهرا داشتیم تموم شده دیگه، ادامه دار نیست. حرفای عجیب و ناراحتی غم انگیز اشکان بعد از کات کردن و لایو میلاد و زهرا، رابطه‌ای که واسه همیشه تموم شد. بریم که با هم ناراحتی اشکان از رابطه میلاد و زهرا رو ببینیم. قبلش یه خبر خوب هم بهتون بدم. با یکی از همین بچه‌ها قول داد که باهاش یه ویدیو ضبط بکنیم و هر سوالی که شما راجب خودش و رابطش دارید و ازش بپرسید و اونم جواب بده. ولی شرطش این بود که این کانال به 1000 مخاطب یا سابسکرایب برسه. پس حتما اون دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو کلیک کنید که زودتر این مصاحبه رو ضبط کنیم و سوالاتتون رو بپرسیم. پس ساب یا مشترک شدن یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. اما ماجرا چی بوده؟ 2 روز پیش اشکان یه دونه کوئسچن باکس میذاره داخل اینستاگرام و میخواد که مردم بهش بگن که بره پیش کی. حالا مردم هم رأی میدن به میلاد و اونم میره پیش میلاد. میلاد با اشکان صحبت میکنه و از دوست داشتنش نسبت به زهرا میگه، از پشیمونی و همه حرفای تکراری که قبلا شنیدید. یه هدیه هم واسه اشکان که پیراهن هستش خریده. اشکان هم همون موقع حال و وضع میلاده که میبینه یه زنگ به زهرا میزنه تا اونم پاشه بیاد و ببینه که آیا میتونه این رابطه رو درست کنه یا نه. بعد از اون یه لایو میگیره که این 2 نفر با همدیگه تنها میمونه. میلاد و زهرا داخل این لایو با همدیگه صحبت میکنن، حرفای زیادی میزنن، ولی بچه‌ها چیزی که مشخصه اینه که زهرا اومده بود تا به میلاد بگه که به مخاطبا بگه آقا این رابطه واسه همیشه تموم شده است و اینقدر نگن که به همدیگه برگردید، رابطتون رو مثل قبل کنید، یه فرصت دیگه به میلاد بده و همچین صحبتایی. زهرا میخواسته که از شر این صحبت‌ها و از شر خود میلاد خلاص بشه و مثل اینکه زهرا دیگه واقعا میلادو نمیخواد و کاری میکنه که میلاد داخل لایو اعتراف کنه که مردم ما دیگه رابطمون تموم شده و دیگه هم نگید که به هم دیگه برگردید. این خواسته زهرا از میلاد داخل لایو بوده و این رابطه رو واسه همیشه تموم میکنه. ولی واکنش و غمناکی اشکان هم داخل این محتوا جالبه و میاد و میگه که من تمام تلاشمو کردم که این 2 نفر به هم دیگه برگردن. دوستم ندارم که تصمیمی که از توی دلشون میگیرن به خاطر من اختلال پیدا کنه و واسه همین هم بیشتر از این دخالت نمی کنم. ولی دوست داشتم که اینا به هم دیگه برگردن ولی نشد که بشه و اشکان دلش هم واسه میلاد میسوزه، ولی خب دیگه کاری از دستشون بر نمیاد و زهرا دیگه اونو نمیخواد. از اون ورم خبرهای جالبی میرسه، اینکه نفس واسه علی آرزت سوپ پخته و رفته بهش داده تا بخوره و بهتر بشه. ولی خب همونطوری هم که میدونین رابطه نفس و علی آرزت هم واسه همیشه تموم شد و علی آرزت گفته که دیگه تمومه کار. ولی یه خبر جالبم واسهتون دارم که دوست ندارم الان بگم و در موردش حتما یک ویدیو میسازم که پشماتون میریزه و مطمئنم که واسهتون خیلی جالب به نظر میاد. ولی خب اگه دوست دارین این خبر رو زودتر از همه بفهمین و بفهمین که واقعا چه خبره، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از اولین ویدیویی که واسهتون میذارم با خبر بشید و بدونید قرار داخل عشق و نفرت چه اتفاقات جذاب دیگه بیفته. دم تک تکتون گرم.